حال دوستای خدا حکایت میکنن، میگوین که یک انسان بسیار انسان بینمود بود، حسن و جمال زیبایی هم نداشت، اما یک زن گرفت، زنش بسیار خداترس و صالحه و بعد از اون زیبا هم بود. این زن میگه بسیار در این مردی که یعنی بینمود بود، یعنی حسن و جمال نداشت، خدمت میکرد، میدوید همه جانب همه طرف میدوید. این شخصیت میگه فکر میکرد که شاید این زن من از حد زیاد دوست میداره. حتی میگن بینی یعنی ستون مهرش کج بود با این مرده، یعنی قامتش هم راست نبود، قامت خمزده داشت، راست راه گشتن نمیتوانست. این مرد فکر میکرد که شاید که این زن من از حد زیاد دوست میداره. بعد میگه روز در نزدش شیناندش، گفت زن، گفت تو به خدا قسم، گفت راست بگو چقدر من دوست میداری؟ گفت من راست میگم، به خدا قسم من ترا به خاطر دوست میدارم که الله احترام و حرمت ترا در بالای من گردانده است. من به خاطر امر الله ترا دوست میدارم، نباشه تو چی چیزی داری که یعنی من ترا از چی رو دوست بدارم؟ نه زیبا هستی، نه قامت راست داری، نه یگان دیگر حسن و جمال داری. گفتن من به خاطر امر و اطاعت الله. انشاءالله اگر شما هم باشه برادر از زن دیندار رو به ایمان آورده، در اندک کار قهر کرده از خانه برآمده نمیره و در همه حالت شما طاقت میکنه، در همه حالت شما با شما یعنی که رفیق حیاتتون میشود، محرم راستتون میشود، آباد کننده زندگی و حیاتتون، مادر فرزنداتون میشه. انشاءالله هم دنیا هم آخرت شما آباد میشه. و این خاطر حرکت کنه دادر عزیز یک زنی به ایمان، یک زنی دیندار در نکاح دراره.